به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. که ایمان آورده اید، بر شما حلال نیست که با آزار رساندن به زنان از میراث آنها استفاده برید و آنها را تحت فشار قرار مدهید تا قسمتی از آنچه را که به آنها داده اید باز پس گیرید، مگر آنکه مرتکب عمل زشت آشکاری شده باشند. و بدانید که باید با زنان به نیکی رفتار کنید و اگر از آنان کراهت دارید سریعا قصد طلاق نکنید، چه بسا چیزهایی که خوشایند شما نباشد اما خداوند در آن خیر و برکت بسیار گذاشته است. و اگر چنانچه خواستید زن دیگری را به جای همسرتان برگزینید و مال فراوانی هم به عنوان مهر به او پرداخته اید، چیزی از آن را پس نگیرید. آیا برای پس گرفتن آن به تهمت و گناه آشکار متوسل می شوید؟ و چگونه آن را باز پس می گیرید در حالی که شما با یکدیگر رابطه و آمیزش کامل داشته اید و آنها هنگام ازدواج از شما پیمان محکمی گرفتند؟